سرخط مهمترین خبرها: صادرات برق به خارج زیاد شد اما لیمیت در داخل کشور باقی است. دادگاه در روسیه فعال شبکه‌های اجتماعی را به تاجیکستان استرداد نکرد و دستور شوکت میرزیویف برای زیاد کردن روابط با تاجیکستان و قرقیزستان. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامداده که از سود دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 20 دکبر است. تاجیکستان در ماه نوامبر به خارج کشور به مبلغ زیاده از 1.9 میلیون دلار برق فروخته است. خبرگزاری از پلوس از قول آژانس آمار نوشته است حجم فروش برق نظر به ماه اکتبر قریب 46% زیاد می باشد. به نوشته منبع از آغاز سال 2023 تاجیکستان در حجم قریب 108 میلیون دلار به خارج کشور برق فروخته است. این نظر به 11 ماه سال گذشته 5% بیشتر بوده است. بخش اساسی برق تاجیکستان به افغانستان و یک قسم کمش به ازبکستان فروخته می شود. افزایش صادرات برق در حالی است که ساکنان در دهات تاجیکستان با لیمیت برق می گیرند. ساکنان در روستاها می گویند در شبانه روز فقط 8 ساعت برق می گیرند. مقامات سبب لیمیت را به کمبود آب در آب انبارها و ذخیره آب برای زمستان ربط می دهند، اما شبهه و گمان ها به این حرف مقامات زیاد است. بینندگان عزیز، در دهه شما ساکنان چند ساعت برق می گیرند؟ می توانید در زیر برنامه با ما نویسید. دادگاه در روسیه مهلت حبس جنیدالله خدایار فعال شبکه‌های اجتماعی را از تاجیکستان 3 ماه دیگر دراز کرد. مرافع روز 18 دکبر در دادگاه منطقه خانتی منتیسی گذشت. جنیدالله خدایارف در ماه ایون امسال با طلب مقامات تاجیکستان دستگیر شده 7 ماه در بازداشتگاه قرار دارد. خیرالله خدایارف، یک از برادرانی او که در مرافع اشتراک داشته است، میگوید موضوع اساسی استرداد فعال دستگیر شده شبکه‌های اجتماعی به تاجیکستان بود. به گفته خدایارف، دادرس گفته است با نظرداشت قوی نبودن ادعای جانب تاجیکستان برادرش 3 ماه دیگر در بازداشتگاه خواهد ماند. وکیل مدافع خانگره رزاف گفت با قرار دادگاه درباره در بازداشت ماندن زیر حمایش راضی نیستند و شکایت خواهند کرد. موقع دادستان که مرافع با طلب او برگزار شده است فعلا دسترس نیست. مقامات تاجیکستان درباره پرونده جنیدالله خدایارف و اتهام ضد او جزئیات ندادند. رادیوی آزادی پیشتر سندی را دیده بود که بنابر آن ریاست کارهای داخلی در رشت او را به اواشی گمانزد کرده است. یک سرباز ارتش تاجیکستان را که نزدیکانش مبتلای بیماری روحی می‌دانند برای تشخیص از ولایت سوق به شهر دوشنبه آوردند. مثنوی حلیموف ساکن 25 ساله شهر حصار را در ماه اکتبر به خدمت برده بودند. وی در یک قسم نظامی در ناحیه سپتامین قرار داشت. مادرش قربانگل حلیموف 16 نوامبر امسال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که ماموران انتظامی و مسئولان کمیساریات حربی بیماری او را به اعتبار نگرفتند. پس از نشر گزارش مثنوی حلیموف را در بیمارستان شهر خوجند جای کرده سپس برای سنجش سر به دوشنبه آوردند. نمایندگان قسم حربی درباره وضع سلامتی مثنوی حلیموف اظهار نظر نکردند. در شعبه کسلی‌های روحی بیمارستان حصار ماه نوامبر امسال به رادیوی آزادی گفته بودند مثنوی حلیموف تا 18 سالگی زیر نظارت پزشکان بود ولی در خانه معالجه می‌گرفت. تا انجام سال 2023 تقریباً 10 روز دیگر مانده است. این سال برای مردم چگونه سال بود؟ همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف در خیابان‌های دوشنبه از مردم همین سال را پرسیدند. 2023 برای شما چگونه سال بود؟ چیکار کردین که در خاطرتان میمونه؟ چی خاطرات از این سال شما دارید؟ کسلی نبودم، کووید 19 نبودم. در زندگیتون یگان کاری کردین که در خاطرتان مونه، مثلا در دایره خانواده و یا که در شخصی خودتون کار فعالیت خودتون؟ خیلی در دایره کار فعالیت با منصب‌های بلند رشدیم نایل گردیدیم. در کار فعالیت ما دانشجویان زیادی را مثلا تربیت نمودیم که برای وطن خدمت کرده ایستادن. در 2023 یگان سرودهای ایجاد شد که بله، سرودهای نو ایجاد کردیم. البته به این نمیشود، این البته به ایجاد سرود نمیشود. هر یک هنرمند باید ایجادی نو داشته باشد، در کلوار خود همیشه باید ایجادی نو باشد. Якум писарам, мисол бача доршидим 2 моҳ пеш. У меня родилась дочка. Я приехала в Душанбе. Живу в теплой стране, конечно, радостно. Чувству чолок будем, соли ман хидмам харгуш аст. Соли писарам харгуши да мисол. Соли нағзм аст, соли хуб аст, соли 2023. Ну, можно сказать, да, это мой год. Я родилась в год кролика. Соли ҳама қоидави шуд. Ягон вай нест. Норозигӣ нест. Худо баъзор бор шукр. Пенсия буромадем, вай пенсия мана бо кор ба файрод кард. ҳаминҷур. ماشین نو خریدیم. خب فرزندمون از خدمت حربی اومد. خب
باید جل منظم دادیم توی تماشا بهترین سال بود. بچه‌م 2 سال و 10 روز خدمت کرد اومد. ایسا سربازی وطن شده اومد. سال 2023 ما در اینستاگرام کانال شدم. подписчикам миллион рафт. не просмотрам миллион рафт. خب خیلی ناگزیری که برای خودم وارد شد. همزمان در سال 2023 دکتری پی‌اچ‌دی در فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی داخل شدم و از همه جالب بدخشان رفتم تماشا کردم. در اقتصادیاتم تغییرات شد و با مانند این در ناحیه ما پورا یک راه نو که مردم سالهای دراز انتظار بود اون راه بنیاد شد و همزمان در سال 2023 برای من شرایط فراهم شد که و شناسنامه خارجی گیرم و ماه ینوار 2024 به قزاقستان سفر کنم. فرقیت آنقدر هم زیاد نداشت، لیکن روزهای من خیلی خوب گذشتن، خیلی ناز گذشتن. سال با برکت بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از آمدن هوای پرچنگ و غبار در ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه هشدار داده است. به نوشته منبع چنگ و غبار روزهای 19-21 دکبر پیش بینی شده است. متخصصان کمیته گفتند هوای پرچنگ از منطقه جنوب و غربی هم‌مرز با تاجیکستان وارد می شود. در تاجیکستان این گونه هوا را باد افغانی میگویند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان درخواست کرده است به بیماران گرفتار رگ و دل، قند و فشار خون بیشتر دقت بدهند. شافکت میرزویف پرزیدنت ازبکستان به وزارت نقلیات کشورش دستور داده است که نه کمتر از 1200 اتوبوس خریده آنها را به گردش درآورد. بر اساس این دستور روای اتوبوس‌ها از ازبکستان به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان افزایش خواهد یافت. شهرزاد اسد سخنگوی پرزیدنت ازبکستان خبر داده است که نصف از حمل و نقل مسافران را واسطه‌های نقلیات و автотранسپورت انجام می‌دهند. صرف نظر از آن که امسال نزدیک به 1500 اتوبوس به گردش درآورده شده است، افزایش خدمات از 5.5% بالا نرفته است. در بازار خدمات هوایی نیز در ازبکستان 6 شرکت خصوصی به کار سر کرده رقابت را به وجود آوردند. از ابتدای سال 25 هواپیمای نو به کار درآورده شده، 17 سمت نو گشوده شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 دکبر را فرا می‌گیرد. 20 دکبر سال 2011 در جلسه سازمان پیمان امنیتی دستجمعی تقاضا شد که بی‌رضایت کشورهای عضو این سازمان هیچ یک دولت اعضا نمیتواند به کشور خارجی قلمروش را برای تأسیس پایگاه نظامی فراهم کند. این در حالی بود که تا آن زمان روسیه بر اساس سازش‌های دوجانبه با تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه‌های نظامی خود را در خاک این کشورها جای داد و امریکا هم می‌خواست حضور نیروهایش را در قرقیزستان تمدید کند. سازمان پیمان امنیتی دستجمعی را یک سازمان اساساً زیر نظر مسکو مینامند. 20 دکبر سال 2013 دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که میگوید از ینوار سال 2015 همه خارجیان خواهشمند کار یا زندگی موقت در این کشور باید از تاریخ روسیه امتحان سپارند، در حالی که داوطلبان کار در روسیه از کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان کم نیستند. بیشتری آنها در بخش‌های کار میکنند که دانستن حتمی تاریخ را تقاضا نمیکند. 20 دکبر سال 1924 زادروزی سعدی نیسا حفیظ و یک پزشک بیماری‌های زنانه و دانشمند معروف تاجیک است که برای رشد علم طب تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. نقش او برای تأسیس مکتب اکوشری و گینکولوژی در تاجیکستان خیلی زیاد بوده. از سال 1980 تا 1993 ریاست پژوهشگاه حفظ مادر و کودک وزارت تندرستی تاجیکستان را به عهده داشت. شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.